سلام تماشابینان شبکه اگروتک TG. با شما من یوسف عزیزوف. چون که در نوار سبب‌های آسیب پذیری ناحیه‌های تاجیکستان از باران و سیل و ژاله و شمال به شما معلومات داده بودیم، یکی از سبب‌های آبشوی پیریخ‌ها و باران‌های سیل در برابر نابودشوی جنگلزارها، بیابانشوی چراگاه‌ها نیز سببگاری اساسی میباشد. برای با معلومات‌های مذکور شناسایی خوب یافتن از شما خواهش میکنیم که نوارهای ما را درباره آسیب پذیری ناحیه‌های تاجیکستان از آفت‌های طبیعی، خطرهای آبشوی پیریخ‌ها در تاجیکستان و جنگلزارها را نبرید، حتما تماشا کنید. سبب‌های اصلی به این موضوع رو آوردن ما راست ترسی از دهشت سیل‌هایی که وقت‌های اخیر در جمهوری رخ می‌دهد، هلاکت آدمان، حیوانات، نیست شدن منزل و زمین‌های آدمان که آنها با امیدهای زیاد بنیاد نمودند میباشد. از این رو ما کوشش کردیم که در نوارها آدمان را هشدار دهیم که آهید محیط زیست که در آن زندگانی میکنیم بی‌پروا نباشند تا خود ما با دست خود زندگی خود را تباه نکنیم. سیل‌های پردهشت امساله در ناحیه‌های فرخار، پنج، اسفره، مسچا و دیگر ناحیه‌ها حالا هم دهشتش از نظر ما دور نشده است و قید کردن ضرور است که در برابر دیگر عامل‌ها بیابانشوی چراگاه نیز با این عامل تحصیل کاران خود را می‌رساند. اکنون من شما را با فکت‌ها عاید این موضوع شناس می‌نمایم. تاجیکستان سالهای اخیر با مشکلات نیست و بیابانشوی چراگاه‌ها روبرو گشته است. از این رو تاجیکستان برای معین نمودن این عامل‌ها و پیشگیری از این عامل‌های خطرناک که تاثیر زیادی منفی خود را با محیط زیست و اقتصادیات می‌رساند، دانشمندان چینی را دعوت کرده است. یک هیئت دانشمندان چین از پژوهشگاه اکولوژی و گئوگرافی اکادمی علوم‌های چین 1200 کیلومتر زمینی چراگاه‌ها را در تاجیکستان مورد تحقیق قرار دادند. بنا به اطلاع سامانه‌های رسمی پژوهشگاه اکولوژی و گئوگرافی اکادمی علوم‌های چین، دانشمندان از طول 1200 کیلومتر زمین تاجیکستان نمونه رستنی‌ها، خاک و میکروارگانیسم‌ها را با خود بردند. باید همین را قید نمود که دانشمندان چین عاید این مسئله، عاید بیابانشوی و پیشگیری بیابانشوی چراگاه‌ها تجربه زیاد در مملکت‌های خود را دارند. ماه‌های آگوست سال گذشته این پژوهشگاه چین مرکز اکولوژی و تحقیقات محیط زیست را در نزد اکادمی علوم‌های تاجیکستان فعال کرده بود. لی اومین، محقق پژوهشگاه اکولوژی و گئوگرافی اکادمی علوم‌های چین و عضو گروه تحقیقاتی در تاجیکستان میگوید تاجیکستان طی 5 سال اخیر از نابودشوی چراگاه‌ها سخت زیان دیده است. سبب نابودشوی چراگاه‌ها را لی اومین در افزایش با صورت اهالی، گرمشوی اقلیم و چراندن از معیار زیادی چاروا مربوط دانسته است. یک عامل دیگر نابودشوی چراگاه‌ها و به بیابان تبدیل شدن آنها را لی اومین در افزایش بیش از حد چاروا ارزیابی کرده است. برای مثال او گفته است سرشمار چاروا در تاجیکستان از 1 میلیون در سال 1990 به 6 میلیون رسیده است. با پایان یافتن این تحقیقات، پژوهشگران به تاجیکستان تکنولوژی اداره‌کنی و برقرارسازی چراگاه‌ها را پیشنهاد کردند که در چین ثمره خوب داده است. مدیبران سعیدزاده، سابق رئیس آژانس جنگل و کارشناس مسائل محیط زیست، گفت چراگاه‌های تاجیکستان بیشتر از چراندن نادرست چاروا رو به انقراض و خطر بیابانشوی قبط بالایی زمین را به میان آوردند. او گفت موافق معیار هر سال در یک چراگاه چراندن چاروا ممکن نیست. چراگاه‌ها باید عوض شوند تا در این میان علف و گیاه‌ها فرصتی برقرار شدن را پیدا کنند. در غیر صورت چراگاه‌ها نابود می‌شوند. سعیدزاده گفت موافق معیار در 1 کیلومتر مربع چراگاه 1 گاو و یا 4 گوسفند می‌توانند چرا کنند، اما این معیار نیز به گفته او در چراگاه‌های کشور ویران می‌شود. در نتیجه چرای بیش از حد چاروا در یک مساحت خرد علف چراگاه‌ها نابود شده تقریباً بیابان می‌شوند، گفت او. مدیبران سعیدزاده افزود نابودشوی چراگاه‌ها پیامدهای ناخوش دارد. نخست زمین چراگاه‌های نابود شده زود زیر تاثیر باران شسته شده در نتیجه اراضی جاری و چقوری‌ها به وجود می‌آید. از سوی دیگر باد خاک زمین بی‌میسر را به هوا می‌خیزاند که باعث غبارآلود شدن فضا می‌گردد. این غبارآلود شدن فضا سبب آبشوی پیریخ‌ها نیز می‌گردد. موافق داده‌های آمار
در تاجیکستان 1,800,000 گکتار زمین و فوند دولتی جنگل شامل است. از این حدود تنها 421,000 گکتار جنگل پوش می هستند. مساحت چراگاه‌ها به 1,000,000 گکتار می رسد. تاجیکستان طی سالهای اخیر نه تنها برای ساختمان راه‌های اتومبیلگرد، راه آهن و خط‌های برق، بلکه در پژوهش ثروت‌های زیرزمینی و کندنی‌های فایده‌ناک نیز محققان چینی را دعوت کرده است. سال 2016 یک گروه گیولوگ‌های چین همراه با متخصصان سراداره گیولوژی تاجیکستان با آموزش ثروت‌های زیرزمینی ولایت بدخشان پرداخته بودند. خود همان سال مطبوعات در تاجیکستان در مورد حفریات ارخئولوژهای چین در ناحیه دنقره ختلان نیز گزارش داده بودند. در آخر من همین را قید کردنیم که پیشگیری سبب‌های نیست‌شوی، بیابانشوی چراگاه‌ها کوشش همه ما را طلب می‌کند. یعنی که ما باید همه آید حل این پرابلم حصه خود را گذاریم تا نگذاریم که محیط زیست تاجیکستان به بیابان تبدیل یافته، جنگلزارها نابود گردد، پیرک‌ها آب شوند و چراگاه‌های ما نابود گردند که سببش نابود شوی حیوان‌های نادری کوهستان ما می‌گردند. گذشته‌های ما تا به امروز طبیعت زیبا را با ما میراث ماندند و ما باید نیز با آینده‌های خود از آن بهتر طبیعت و محیط زیست را با آینده‌های خود باقی گذاریم. در آخر آید این پرابلم‌ها، آید این مشکلات‌ها، آید دیگر مشکلات‌هایی که محیط زیست ما را ویران می‌کند می‌توانید در کامنتاری‌های خود معلومات دهید و ما توانیم با یک جایگی پیش راه این عامل‌ها را گرفته محیط زیست خود را آباد و زیبا کنیم.